آنها اندیشه نمی‌کنند که حیات برای انسان‌ها مقدس بوده. هر فرد جامعه می‌خواهد در امنیت و آسایشگی و تنجی و خاطرجمعی زندگی به سر برد، ولی آرامی جامعه و آسایشگی مردم را آنها خلأدار می‌سازند که صرف نظر از قانون‌های عمل کننده کرده و طلبات کارمندان مقامات حفظ حقوق اطاعت نمی‌کنند که عاقبت این عمل غیرقانونی آنها برایشان پیامد ناگوار می‌آورد. سنه 15 دکبر تقریباً ساعت 12 به 1 شب راننده автомашини تمغه تویوتا کارولا رقم قید دولتی 0404 AE04 GT عادل فیروز قربانبیکوویچ سال تولدش 1989 ساکن شهر خاروق در حالت مستی автомашین را اداره کرده با طلبات ناظران را عاید نقلیات را منع نمودن اطاعت نمی‌کند و نسبت کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی مقابلیت نشان داده او را به مسافه تقریبا 500 متر کشاله کرده می‌برد. در دیدبانگاه دوم عملکننده قسم حربی 3503 ادای خدمت می‌بودیم. هنگام خدمت بری تقریبا ساعت 23:10 автомашین تویوتا کارولا رقم قید دولتی 0404 AE04 از سمت شهر خاروق با فرودگاه شهر خاروق حرکت می‌کرد. هنگام تفتیش معلوم گردید که راننده حجت‌های رانندگی را پیشنهاد نکرده در حالت مستی قرار داشت. واسطه نقلیات را بر حرکت درآورده قسم بدن بالایی هم در واسطه نقلیات قرار داشت. واسطه نقلیات را تقریبا 400-500 متر اداره کرد. هنگام اداره کردن من کلید автомашین را گرفته автомашین را خاموش کردم. واسطه نقلیات را به جریمه‌گاه ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان دسترس کرده شدم. راننده автомашини تمغه تویوتا کارولا با همراهان شهروندان وزیربکوف ایاز محمدعلیبیکوویچ ساکن ناحیه مرغاب و عادلوف خیالبک قربانبیکوویچ ساکن شهر خاروق بعد نوشیدن مشروبات طلبات رعایت قاعده‌های حرکت در راه را ویران نموده در حالت مستی نقلیات را اداره نمودند که چنین حالت و وضعیت میتوانست باعث سر زدن صدمه نقلیاتی و حادثه ناخوش گردد. من عادلوف فیروز سال تولدش 30 میلیون 1989 استقامت کننده شهر خاروق کوچه ایام بیگ 69 من روز 15 دکبر تقریبا ساعت 7 جمله وزیربک ایاز مگزین شارخ گرفتیم زدیم رفتیم طرف پرمیسیم طرف خانه اورینگ دو جوان زدیم نشستیم در سر ماشین آمدیم سه خوز تکنیک ما را من کردن کارکنان دیگه من کردم دکومنتور پیشنهاد نکردم ماشین گاز زدم رفتم وای کارکن گیرم دل اومد درون ماشین 400 متر رفتیم من ماشین کشت گرفتم و را آوردن دیجا گفتنم عرق نخورید و گروه جناتی همراه نشوید و کارهای فوردنی دست زنید من از کار کردگی خود پشیمانم. هنگام از نظرگذرانی автомашини نامبرده از داخل آن یک عدد رقم قید دولتیش بیگانه V016604 RT و یک عدد چوب دست دریافت کرده شد. برای داخلانه ویران نمودن طلبات قاعده‌های حرکت در راه در حالت مستی و با رقم‌های قید دولتی بیگانه اداره نمودن واسطه نقلیات اطاعت نکردن به طلبات کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نسبت راننده автомашини تمغه تویوتا کارولا عادل فیروز قربانبیکوویچ پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. عاید به مقابلیت نشان دادن به نماینده مقامات حفظ حقوق نسبت نامبرده در پروکراتور ولایت مختار کوهستان بدخشان تفتیشات پیشکی آغاز کرده شد. ما وزیربکوف ایاز محمدعلیبیکوویچ 28 مارت 1981 ساکن ناحیه مرغاب من عادل فیروز و خیال عادلوف دینا در کافه اورینگ همونجا 3-4 عراق خوردیم و برآمدیم ماشین را سوار شدیم اما ماشین را سوار سن سلخوز تکنیک آمدیم کارمندان گایی من کردن ما کردیم و جتا را پرسیدم که
ما چه مست بودیم و یا خیلی کردن که ما مستیم که فرویته ماشین و ما موجوده گفتیم حرکت ما خیلی امی چنبرک در فیروز ودل چنبرک زرالیم بود اما گایشنی که اومد وجهتو را پرسید نه خوز کلیدوش را چی گرفتن ای ماشینش اما ماشین فیروز گاز داد که خیلی ماشین رفت و گایی در اومد قطعی ما درون ماشین و خیلی پونتر رفتیم مان کردیم شما کماندوی بازرسی دعوتی اسمبلی دستگیر کردن دستگیر کردن شما مست بودین ما مست بودیم ما از کور خود پشیمانم نه از رخاری خود پشیمانم و با جوانان بدخشان خوش میکنم که دمی عراق براق دیگر نخورید و در گرد اطراف جنایتکاران جمع نشوید عاقبت این کار به من بس می‌دارد. من اردوف خیالبیک قربان میکوش استقامتانه شهر خورا کوچه ایام عبدالرحمن ایومیکوف در تاریخ 15 دکتر در کافه اورنگ عرق خورده من فیروز ایوز شنقه دمو ششتی معلوم نیست برآمدم در ماشین ششتم دیگر در یادم هیچ نیست خبر شدم در ایویس ریاست کارای داخلی من از جوانان شهر خورا خواهش میکنم که عرق نخورید عاقبت عرق خوری پس پنجره من از کار خودم پشیمانم. شهر خورق مرکز ماموری ولایت به حساب رفته همروزه مهمانان زیادی از گوشه و کنار جمهوری به اینجا می آیند و در برابر این رانندگان اسطوره نقلیات باید از خود مدنیت بلندی رانندگی را نشان داده با رعایت نمودن طلبات قاعده‌های حرکت در راه پیشگیری صدمه‌های نقش نقلیاتی و به خطر حیات آدمان را کفالت دهند. به توجه رانندگان اسطوره نقلیات می رسانیم که در صورت رعایت نکردن طلبات قاعده‌های به خطر حرکت در راه و اطاعت نکردن به طلبات کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی طبق قانونگذاری نسبت آنها چاره‌های قطعی اندیشیده می شود.